سلام به همه دوستان عزیز. بالاخره بعد از با مدت 2 هفته اون بابام اومدن از سفر کربلا. چطور بود بابا؟ خوش گذشت؟ خیلی خوش بود، خیلی خوب بود، خیلی عالی. انشالله شما به این زودیا مشرف شد. خیلی ما واقعا اول دیگه اصلا این مامان راست میگه، انسان رفته دیگه سال دیگه من خیلی سال بقیه دوباره خیلی دوست دارم که سال بیاد بریم نوبت شما رو میتونم میخوام نوبت اینطور میخوام من بگیرم. اینک زودی هم زدی؟ خیلی هوا گرم بود، تو باورمان نمیشه. مهدی بگی، مهدی نگو. سلام مامان، بابا سلام. ماشین کنترلی یه اصلا ما رو نمیخواست. بیا ما برگردیم ماشین کنترلی رو بدیم. نه مامان، اینجا نیست توی جبه عقب توی چمدون. بیا یک بوس بده مهدی یه بوس بده. ماشین کنترلی قدر سخت بود. نخواستم نگم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز. بعد از 2 هفته مسافرت به کربلا، به شام، کاظمین، سامرا، بغداد. البته خانم سری توی مسافرت است، بغداد هم رفتیم، درسته؟ بغداد، سپس تهران، شاه عبدالعظیم و الان هم رسیدیم منزلمون شهرستان سیرجان که دیگه دوره هم بچه‌ها می‌بینیم. خیلی خوشحال سالم شدین، سالم و سلامت هستن انشاءالله. خسته نباشی نسیمه جان. خسته نباشی عزیزم. فکر کنم سری من در کنارتون خیلی بدن خسته شدید. نه تو واقعا خوش گذشت. آقا سجاد چه خبر؟ چه خبر بابا؟ خوبی؟ در نبودیم ما بالاخره خوشحال بودین یا نه؟ سخت گذشت بهتون. خیلی دلتنگی فشار آزاده خوش گذشت. مامان اون فیلم سر اون چیرم بیار. آقا مردی تو چی؟ خواهر خوبه. خوب بود؟ آره خوبم. من اول سوال میگم. بین تو چی؟ نه خوب نه. این شما باشید. صحبتی که بچه‌ها براتون برای ریحانه سوغاتی آورده. نه ارفاد چطوری باز؟ اونو باز کردم تو ایران. هم بهش میدید؟ برای من چی بردی؟ همین یکی. شارژر. برای من چی بردی؟ همین یکی. نمیدونم شارژر از اون یکی. یکی هم برای زهرا آوردم. در بیاد هم ارفاد رو بگید. برای مهدی ماشین کنترلی. برای مهدی ماشین کنترلی. نه برای تی عرصه این سجاد فکر مامان برای تو گرفته که سر ورزش میری همیشه یا چی با فوتبال میری بعد آره یک چیزه اینم فکر کنم مثلا برای زهرا برای چی گرفته که مدرسه میری داخلش آب ببری برای خوبه نه اسمشون خیلی ماله. چی؟ اینا هم کادو گرفتم حالا بعدا میدیم برای بعضی. چی هست؟ مداد رنگی برای مهدی جان، اینم برای ریحانه جان. اینه مداد رنگیه. بذار بازش کنیم. از کدوم؟ اینا هم برای زهرا جان گرفتم. اینا هم برای زهرا جان. برای زهرا چیه نیما مسئله هست که برای حالا دیگه زنا میبینه ازم بالاخره اینم برای ریحانه جان. بچه‌ها با دخترها فرق میکنن. البته دخترها یه لوازم آرایش باشه که ناخنهاش و صورتش بالاخره نگینی انشالله مبارکت باشه. تیشرت؟ برو بپش بیارش. همینجا رو پیرم بپش افتار بزنید. نه برو بیرون بپش بیار. درش بیار اونم. بذار ببینم بجان چی پشو بیار. البته چند تا تیشرت گرفت که مرد باز کنیم اندازه تو نبود. اینی که مردی سجاد اینم برای سجاد. چرا ما صحبتی دارم؟ کنترلی عروسک. البته هم بیایید به صحبتش تبریک بگیم که دیگه اینجا میبینی که میدان جنگه. نگیری یکی دیگه نمیره. اینی میدان جنگ. سب خوب است. اینه برای ریحانه جان گرفتم. بزن این یک شکسته. نکن مهدی. یکی رو برای زهرا. یکی برای زهرا جان گرفتم. زهرا خانم.
اینم مور و تزده و خدا اتوبوس یواشتر و دیخبار دیار خودم سلامتی باشه هرچی دیگه اینم لباس پاچه چیزی گرفتم نسمه قد زهره که کار داری؟ بیده یعنی قد نسمه که کلمه کرده خواهرت خیلی تنگ شده دیگه از ما خدا حافظ انشاءالله سجل این ساعتم در روز خوشی هایتون این خوبی هایتون در روز خوشی هایتون زیبان کنید انشاءالله سجل واقعی واقعی برای همون گرفتم برای چی؟ برای بیا نسمه خواهد موتا خدا حافظ زهره جان دیگه قرآن ساعت اون ساعت برای تو گرفتم الو چه شیکه چه ساعت داری؟ بایو سلام چطور زنه جان خوبی حالت بخیر سلامت بشید چپیان از باز روشونه توی چپیان سلامت بشید تازه همین شاید 5 دقیقه هم نمیشه رسید بکنم نه کدومش دوست داره یک میخوام برم کدومش دوست داره سفیدر بده بابا ما تو رسیده و همین مهدی چی هی ماشین کنترلی کدوم دوست داره سفیده این دستی درد نکنه راستی در چای تو خیلی خوشمزه بود و چای گیاهی خیلی چیزا خیلی خوشمزه بود دستی درد نکنه اصلا نظمه لیش مسافرت دیگه خیلی من که خوردم زیاد خوردم همین دو شیرینه خیلی نخورد من دستی درد نکنه مرغی که پخته کرده بودی خیلی خوشمزه بود کبابی مرغی دستی درد نکنه انشاءالله خدا خیلی زهرا بیا برای تو چی آورده نه خب آیش میکنه چطوری باید بکنم؟ سلامت بشی خیلی باش خیلی سلامت بشی نام سلام میرسانه نه خالتون سلام میرسانه بچه خالت سلام برسانن بچه خالتون سلام میرسانه سلام میرسانه این نمیبینه باید صداتو میشنم مهدی دیست تکان میدیم اون نمیبینه خالی گوشی بابا نمیتونه ببینه زهر دیگه اینجا میشی زهر اینجا میشی آخه زهر سلام برسون سلام میرسن آره سجاد بگه زنه نه اینم سلامت کردیم کدومش مالی این گله کاری بعد خدا حافظ فعلا یک دیگه نمیشه گوشی داره شارژش تموم در شارژ بزنه سلامتی بچه ها داری تحویل سلامتی برای تو دادم الله خوش کنم یا نه اگه خوش کنم این دخترونه هنوز کنم بدونم مگه یک درش گیدی نه این دخترونه تو باید صوتون سجاد نکنی مزی من 2 تا بندازم همینو بندازم همینو نه تو زایی دخترونه تبلیغ ساعت خب اونی بده برای ازکش به زهرا بده یکش برای هنه بده این بدش من؟ یکیش برای یکی از دوستایی گرفتم حالا فعلا بذاریم خب اینم ازی حالا خودت اینم ازی دیگه حالا دیگه بعضی چیزا اونا رو خیلی خب حالا دیگه اینم به اون خدا مسافرت کربلا اینم از مسافرت صبحانه بیا صبحانه اومده بسم الله بچه مامان در دست بگیر بلند کنم گوشی موبایل نشاش می‌ذاری من دوربینو بچرخونم بشینید باز کنم بیا بیارم کلیچه لاهی جان بیا لاهی جان نه نه باید توی شکلی تلستیگ از مغازه گرفتیم همون پنیر توی بشخون گذاشتم توی زهرو بیا من دیستوی وقت از کربلا نه دستت داری بسته دستت تقرب شده است بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم جناب شیخ اول نبود آقای رجبی؟ آقای رجبی شاید اومده باشه راستی ندیدیمش اینا پتوهای
این مرد لیوان خودم چای برزید یه لیوان هم هدیه از جنب بنده خدا نه کمر دارم نه خیلی پوریش کن شکر بدون نه شکر بس این لیوان یکی از عزیزم تو مربا بده شکر نه ما پنیر نه برای مهدی پنیر بیار ما پنیر این با چیم از وقتی من نبودم شما صبحانه ندادیم؟ چرا من روز شیشه غذا می‌خوردم بعد از همه بعد غذا می‌خوردم گوشه ریحانه چرا خوب رسیدگی شد برد یا نه؟ برد خوب رسید؟ نه اونا نیاز رسیدگی نداره اونا خودشون بزرگه نه خوش فقط من بیامده خوش نگذشت؟ نه ریحانه ماشاءالله رنگ سوانی موقع وقتی شما نبودیم برای من خوش نگذشته بیا سجادشون پنیر امین گوجه میخوایی؟ بخیر سلام آقا عبدالله حسین خدمت همگی شما بچه های بزرگوار عرض میکنیم بیا برای ریحان بیا این بگیر مامان دیگه انسان رفت کربلا انشالله خدا خیلی خوبیش میگه مامان پارسال رفته میخواد بلد بود خودش الان لذت میبره کم کنم زبانم چی بگنم چی میگه بابا؟ اون سر کن نه چرا؟ بگو با هم اینطور خونه بشه ما میخواییم بخوابیم چی؟ خواست سرکار نمارا میخواییم خانه بخوابیم بشیم میفهمی چه؟ آره باشه خونه باشه نسیمه؟ سعید بچه؟ سال دیگه بخیر نوبت تو سجاد نه تو نفت کی نرفتن؟ او شما تو سجاد نرفتن سال دیگه بخیر نوبت تو سجاد تو رفتی؟ نرفتم بله رست اونجا رو کیا خدای سر نمیدونم کجا بره سعید ما خودی نرفته بود یه سامرو گم شده بود که دقیقا مزیمنده بودم که مامان بگو ما خودی باقی نرفتی کی؟ نه بودایی باقی نرفتم نه اون موقع ما اینا کم رفته بود نرفته بود ما رفتم؟ ببینی زهرا با از درختان ما دکتر بگیرم کن یه دوربین خیلی فیلم برداری که یک فیلم بر چیزا بگیم ریحانه دیگه از همینجا با همه دوستان عزیز خداحافظی کنیم خب عزیزان زیارت کربلا مسافر تو زیارت خون بیبی معصومه و تهران شاه عبدالعظیم و همه مسافرت داره برای همه تون آرزو مندم انشالله نصیب همه تون بشه ولی اول برای شما آرزو میکنم مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید دوستان عزیز تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار انشالله برای همگیشون آرزوی سلامتی موفقیت می‌کنیم آقا مهدی رفته کربلا ریحانه خانم رفته زهرا مونده با سجاد آقا سجاد تا باید سال آینده با امید خود بریم ببینیم لذتی وقتی وارد کربلا من کلا خودم دوست دارم 5 سال دیگه اما اون مرنه نوبتی شما دوتاست نوبتی است خودش خیلی لذت بخش است انشالله سال آینده این موقع بیم پذیرایی شما در جاده های واسفرجون ببینید که زهرا خانم با سرپرست کاروان خانم نسیمه احمدی که خیلی واقعا الان زبانش هم خوب شده تاجه به اسلام میتونه خود بلند دیگه از این باید رابلد دیگه همینه کل سیرجون باید همین کربلا فکر مثال با کنار معبود یک سفر قصه با مهدی سجاده باشه شد بر مامان تخدا دیگه اوز لذت بخش نخواهد بود اندازه تو نه نخواهد برای همگی دوستان آرزوی موفقیت یه نگاهی هم فقط یه نوری هم برای چمنای باغچه زهرا خیلی واقعا من چشمری گرفتی باغچه دیگه هم نوری انجام میدم یه پیمی هم از اونجا بگیر